با سلام خدمت دوستان عزیز. نمونه از محدوده های باستانی هستیم. دوستان زمانی که به محدوده های باستانی میرسید اندازه این سنگ ها خیلی مهمه. این سنگ مثلثی که جلو دسته، اون سنگ به یه مثلث دیگه، به یه شاخص دیگه، تمام رو به بالا خوابیده. قشنگ کاملا مشخصه که کار دست و دستگذار. این مثلثات از اهمیت هستند که باید از نزدیک بررسی بشه. تک خبرهای مهم همچین پازل هایی دارن، یعنی 13 یه عددی که گم شده، 9 باید باشه. بین اون دوتا سنگ باید 9 باشه که این 3 تا سنگ اندازشون 13، اون یه دونه سنگ باید اندازش 9 باشه. محدوده هخامنشی موقعیت جغرافیایی هم عرض شود خدمت شما، سیاره عطارد. آرزوی موفقیت برای تمام دوستان عزیز.